همه شنوندگان عزیز، هموطنان گرامی، امیری قریانی هستم با گزارش دیگری از اوضاع جوی افغانستان برای روزهای پیش رو. امروز تاریخ 24 برج 1405 هست و برای تاریخ 25 نهایتا تا ختم همین برج عمل صحبت‌های خواهیم کرد. به صورت عموم از فردا سه‌شنبه ما جریانات بادی در سطح کشور خواهیم داشت و این جریانات بادی یا موج بادی از کشور ترکمنستان وارد ولایت‌های شمالی افغانستان میشه که در خط نخست ولایت هرات، بادغیس و همین تناسب فاریاب، جوزجان و بلخ و همچنین تخار و کندوز تحت پوشش قرار میگیره و برای 4-5 روز در سطح کشور فعالیت خواهد کرد. یعنی به صورت وقفه‌ای بعض از روزها در بعض از ساعت شاید صورت باد آرومتر باشه، ولی در روز پنجشنبه و جمعه شدیداً ما گرد و خاک‌ها و ریزگردها در سطح کشور خواهیم داشت، علل خصوص ولایت‌هایی که نام بردیم. فردا صورت باد سه‌شنبه در ولایت هرات به خصوص ولسوالی‌های شمالی، ولسوالی رباسنگی، کشک و همچنین گلران، کهسان، قریان و همچنین سمت غرب ولایت هرات که قریان و کهسان و قسمت از ادرسکن و شندن باشه و همچنین نوار مرزی ولایت فردا سه‌شنبه شاهد وزش باد بین 20 تا 25 و 30 تا بعضی جا هم تا 60 کیلومتر در ساعت خواهد بود و اینها باعث میشه که در واقع ریزگردها یا گرد و غبارها به اندازه‌های مختلف از کشور ترکمنستان وارد هرات بسازه و هوا یا آسمان منطقه آلوده بسازه. و بعد در روز چهارشنبه آخرای روز چهارشنبه سرعت باد دوباره آروم میشه و بعد در روز پنجشنبه باز دوباره شدید میشه و شدت خواهد گرفت و همین ولایت ها بیشتر تحت پوشش هست. ولایت بادغیس، هرات علل خصوص و در سمت شمال هم بلخ، تخار و کندوز ولایت هایی است که شدیداً تحت پوشش جریانات بادی قرار میگیرن و همراه با ریزگردها. هموطنان از ما تا این روزها میتونن از ماسک استفاده بکنن، از عینک استفاده بکنن و در کل از ترددهای بدون نیاز در بین ولسوالیا و یا بین ولایت‌ها علل خصوص همین سمت شمال افغانستان جلوگیری بکنن، چون ریزگردها حاوی امراض مختلفی میتونه برای بیماری‌های تنفسی، چشمی یا حساسیت‌های فصلی میتونه ایجاد بکنه. پس به این تناسب هموطنان عزیز ما متوجه این قضیه باشن. و اگر بخوام بیشتر صحبت بکنم پیرامون این، گفتم که بازم تاکید میکنم اکیداً که روز سه‌شنبه ما جریانات بادی داریم در ولایت هرات و تا مناطق مرکزی شامل میشه، همراه ریزگردها هست. روز چهارشنبه اواسط روز ما سرعت باد داریم، باز اواخر روز چهارشنبه آرومتر میشه. به همین تناسب روز پنجشنبه و روز جمعه نهایتا تا شنبه، یکشنبه و دوشنبه هفته آینده ما آسمان کشور آسمان آلوده‌ای خواهیم داشت، حالا با وقفه های چند ساعته که سرعت باد آروم میشه، ولی به صورت عموم تا این 4-5 روز ما شاهد آلودگی هوا در سطح افغانستان خواهیم بود، به خصوص ولایت‌های شمالی و غربی و در این بین این ولایت‌ها ولایت‌های جنوبی هم قسمت‌های از هلمند و قندهار و ارزگان و زابل هم شاهد وزش بادها خواهد بود و همچنین در شهرهای سالنگ‌ها مناطق مرکزی افغانستان هم ما جریانات بادی رو خواهیم داشت. پس از این خاطر هموطنان از ما متوجه این موضوع باشن و برنامه‌ریزی بکنن و طبق شرایط جوی بتونن اوقات روزمرگی خود به پیش ببرن. و این صورت گفتم تا شنبه و یکشنبه هفته آینده مدار اعتبار هست.